فیلیپ لوفاند یک نقاش فرانسوی است که برای دفاع از حقوق زنان افغانستان چند روز کاریش را در هفته اختصاص داده است. در تابلویی که نوشته است حکومت‌های مدافع حقوق زن کجا هستید، در مقابل برج ایفل، یکی از پرتجمع‌ترین نقاط گردشگری پاریس و دیگر بخش‌های این شهر به هدف بسیج کردن فرانسوی‌ها برای دفاع از حقوق زنان افغانستان قدم زده و اعتراضش را می نمایاند. En tant que juif, j'ai été touché également par ce qui se passe en Afghanistan. به صفت یک یهودی می خواهم بگویم از چیزی که در افغانستان در مقابل زنان صورت می گیرد بسیار متاثر هستم. من نمی توانم این بی‌عدالتی در مقابل زنان را تحمل کنم. طالبان که خود را ارباب زندگی مردم فکر می کنند تاریخ را فراموش کردند. بزرگترین فاشیست های دنیا مانند هتلر که میخواست یهودی ها را قتل عام کند اما نتوانست. هتلر مرد اما یهودها هنوز زنده هستند. طالبان با سرنوشت هتلر مواجه خواهند شد. با اوج گرفتن اعتراضات زنان در کابل، شمار از فعالین حقوق زن در فرانسه همچنان برای دفاع از حقوق زنان افغانستان دست به کار شدند. اعظم عزیزی دانشجوی رابطه بین الملل است. او در این کنفرانس در مورد عدم دسترسی زنان به کار، نان و آزادی حرف میزند. میتونیم که بر گوش جوانیان برسانیم از طریق از این کنفرانس های بین المللی، کنفرانس های اکادمیک و دانشگاهی صدای خانم ها مشکلات دشواری های را که اونجا اونا به سر میبرند و با آنها مواجه هستند در اینجا بلند بکنیم. اشتراک کنندگان این کنفرانس بر بسیج بیشتر جهانی برای دفاع از حقوق زنان در افغانستان تاکید می‌کنند. فکر می‌کنم برای همه مادرها و خواهرها و دخترهای جهان من می‌خوام بگم که تو مادرم هستی، تو خواهرم هستی و تو دخترم هستی و می‌خوام بگم که تو حق داری که خودتو باشی و مالکیت روی تن خودت داری و هرچه میخوایی بپوشی بپوش، هرچه نمیخوایی بپوشی نپوش و این آزادیه و مال حقوق انسان است. باید صدایت را بلند کنی. باید مبارزه‌ات را ادامه دهی. راه اندازی مظاهرات، گردهمایی ها و کنفرانس های مانند اینجا برگزار کرد تا دلیل برحق بودن ما را به گوش فرانسوی ها و دیگر کشورهای دنیا رسانیده و آنان را در مورد سرنوشت زنان افغانستان آگاه سازیم. این در حال است که طالبان زنان متعرض را در کابل به شدت سرکوب کرده و به قتل می‌رسانند. دیشب در آخرین مورد طالبان 3 زن متعرض را به زور از منازلشان بیرون کرده و به جای نامعلوم منتقل ساختند. اما اینجا در پاریس مصاحبه شنونده من بدین باور است که طالبان به حقوق زنان، مادران و خواهرانشان باور و احترام ندارند. میگوید اگر طالبان زنان را از بدنه جامعه حذف کنند، نسل خودشان را با انقراض مواجه خواهند ساخت. حامد رسولی، پاریس.